نسل جوان با نگاهی متفاوت به مسائل دارای ایده‌های نو برای اداره جامعه است. این ویژگی می‌تواند آفریننده فرصت‌های مناسبی برای تغییر در هر جامعه‌ای باشد. نیروی جوانی دارای 3 خصوصیت انرژی، امید و ابتکار است که می‌تواند موتور محرک جامعه باشد. جوان سرشار از امید و نشاط است. جوان مایل است کاری به او محول کنند و اون کار رو با شجاعت با خطرپذیری انجام بدهد. و این شخصیت چیزی است که مدیریت کشور در دهه 5 انقلاب به آن نیاز دارد. همواره برای حل مشکلات و معضلات کشور راه‌های مختلفی ارائه شده. این راه‌ها را می‌توان به 2 دسته وابستگی به بیگانه برای حل مشکلات کشور و اتکا به استعدادهای داخلی تقسیم کرد. بر همین اساس رهبر انقلاب تلاش دارند تا نمونه‌های زیادی از کارها و موفقیت‌هایی که توسط جوانان انجام شده را به مسئولین کشور یادآوری کنند. نمونه بارز این موفقیت میدان تولید علم و فناوری است. علاوه بر موارد ذکر شده، روحیه جوانی با ایستادگی و مقاومت سازگار است. جوان به واسطه تعلق کمتر و عدم غلبه روحیه محافظه‌کاری بر شجاعت و حریتش به ذات انقلابی است. پس در برابر دشمن جرأت و جسارت دارد و همواره در صف اول مقابل است. یکی از راهکارهای مهم در مقابله با مواجهه همه جانبه‌ای که با محوریت جنگ اقتصادی دشمن شاهد آن هستیم، بهره‌گیری از توانمندی جوانان است. و به طور کلی با توجه به بیانیه گام دوم که رهبر انقلاب مخاطب اصلی آن را جوانان قرار داده‌اند، متوجه می‌شویم که راه حل مشکلات کشور در دست مدیران تازه نفس جوان است. راه طی شده فقط قطعی از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمان‌های بلند نظام جمهوری اسلامی است. دنباله این مسیر باید با همت و هوشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود. مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعالان جوان در همه میدان‌های سیاسی، اقتصادی،